أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران عزیز، حاضران محترم، دوستان گرامی قدر، شکر الله خوب و مهربان را که این لحظه برای ما و شما لحظه عبادت و بندگی خود را نصیب گرداند و خداوند ما را از همه نوع گناه و بدی و نافرمانبرداری دور گرداند. این لحظه عبادت و بهترین روزها را برای همه شما تبریک و مبارکباد میگویم. از خداوند عاجزانه مسئلت دارم، بار الها پروردگارا تمام لحظه های عمر ما را مثل این لحظه بر این لحظه عبادت و بندگی بگردان. پروردگارا بار الها تمام لحظه های عمر ما را مثل این لحظه بر این لحظه دوری از گناه و معصیت بگردان. پروردگارا بار الها به حرمت این لحظه های اجابت دعا اسلام عزیز ما را در روی عالم غالب بگردان. پروردگارا دشمن های اسلام را خار و زبون و نیست و نابود بگردان. پروردگارا حکم قانون قرآن را در روی عالم حاکم بگردان. پروردگارا عالم اسلام و خصوصا مردم عزیز ما را از این وباها، از این دردهای تبابت نشونده‌ای که روی دنیا، روی عالم را تشویش کرده اند، پروردگارا در حفظ امانت نگه بدار. پروردگارا تمام بیماری هایی که از این بیماری مبتلا و گرفتار هستند براشون شفای عاجل و کامل نصیب بفرما. پروردگارا بار الها این مسجد ما را زودتر تیزتر آباد و آبادتر بگردان. آمین یا رب العالمین. برادران عزیز و بزرگوار، در اصل این درد ناتبابت شونده که در روی عالم خیلی مردم را تشویش کرده است، برای ما هم این تشویشی بود، یعنی ناراحتی و غمگینی بود. اما از این مصیبت سخت‌تر، از این داغ تلختر و از این دیده مصیبت وزینتر برای ما امروز ما وقتی که در این شبکه های اجتماعی نگاه میکنیم، سختترین مصیبت به بالای ما را آمده است که اکثر مملکت های اسلامی امروز مسجدها را محکم کردند. اکثر مملکت های اسلامی در مسجدها نماز جماعت نیست، جماعت خوانده نمی شود و حتی مسجد الحرام، مسجدی که کنار خانه کعبه هست، اون هم امروزها خالی هست. متاسفانه طول سال، شاید که از زمان یعنی فتح مکه تا این سالها را کنار خانه کعبه از طواف کنندگان خالی نبود. اما متاسفانه امروزها وقتی ما تماشا میکنیم، نگاه میکنیم، کنار خانه کعبه از طواف کنندگان خالی هست. یا الله، آیا این نشانه رسیدن قیامت باشد یا اینکه چی مصیبتی میان شکن و قامت شکن باشد که با بالای ما را آمده است؟ اکنون برادران بزرگوار من، در این مصیبت، در این داغ سخت، یگانه حق ایمانداری برای ما این است که دعا داشته باشیم. در اصل این بیماری ما را نگران نکرده بود، برای ما اون قدر تشویشی نبود، چون که روزهای گذشته گفتیم اگر شخصیت مؤمن و مسلمان از این درد وفات کند، درجه و حکم شهیدی از خود میکند. از این ما نگران نبودیم. اما اینه که امروز مسجدها محکم شده اند، مردم از مسجد دور شدن و جماعت نیست. حتی از آن بعضی مملکت‌های اسلامی را دیروز من گوش کردم، در جایی که مردم میگفتن که حی علی الصلاة، حی علی الفلاح،
در جای حی علی الصلاح حی علی الفلاح گفته می شود که الا والصلاة فی بیتکم، الا والصلاة فی بیتکم. ای شما ای مردم خبردار باشه نمازها را در خانه های خود ادا کنید. حی علی الصلاح حی علی الفلاح معناش این بود که بیای به سوی نماز، بیای به سوی مسجد، بیای به سوی نماز، بیای به سوی جماعت. اما امروز مؤذنین در حالت اذان گفتن مردم را فریاد میکنند که ای مردم خبردار باشید نمازها را در خانه های خود ادا کنید، نمازها را در خانه های خود بخوانید. الحمدلله دیروز بیگاه برای ما خبر رسید، دوام 2 هفته یا 3 هفته بود که در وطن عزیز ما هم به خاطر احتیاط از این بیماری مسجدها محکم بودند. الحمدلله دیروز یعنی اجازت دادن که از این سحر از این روز نماز جماعت خواندن و جمعه خواندن یعنی رخصت و اجازت شد. خداوند بزرگوار تمام مسجدهای روی عالم که امروز بسته هستند، پروردگار برای جمله اونها توفیق بده که دوباره کشاده و عبادت کردن براشون نصیب بگردان. پروردگار مسجدهای ما را هرگز از عبادتگرها خالی نگردان. پروردگار آبادی جمعیت ما، برکت جمعیت ما این مسجدها و جماعتهای ما هستند. بار الله اینها را از حیات ما دور نگردان. پروردگار همیشه مسجدهای ما را مالامال و پر از عبادت کنندگان بگردان. پروردگار محبت مسجد، محبت نماز، محبت عبادت را در دل جوانهای ما جای بگردان. اکنون برادران بزرگوار من امروز میخواهم که یک چیز کنار دعا صحبت داشته باشم تا اینکه ما دعا کننده باشیم که خداوند بزرگوار ما را از این وباها، از این دردهای تبابت نشونده خداوند ما را نجات بدهد. برادران بزرگوار من متاسفانه امروز در حیات ما مسلمان و مسلمان زاده ها خیلی دعاها کم هستند. خیلی دعایی کم داریم ما در حیاتمون. اون دعاهایی که چی دعاهای قرآنی باشند یا اینکه چی دعاهایی که از سنت جناب پیغمبر، از گفتار جناب پیغمبر، از دعای جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای ما میراث مانده بودند، متاسفانه امروز از حیات ما اون دعاها دور شده هستند. دعا این خودش عبادت است. پیغمبر بزرگوار میفرمایند الدعاء هو العباده. دعا این عبادت است، نشانه بندگی بنده هست. برادری بزرگواری من، شخصیتی که امروز از این بیماری ها تشویشی میکشی، ناراحت شده ای و در فکر تو تبابت می آید نزد طبیب ها به طبیب ها مراجعت کردن. امروز اکثر جوان ها را می بینی در این تلفن ها می زنن، چی در یوتیوب و دیگر باشه که آیا نجات یافتن از این بیماری در چی هست. اما او ذاتی که وقتی که هر شخصیت بیمار شد تنها شفا بخشنده او هست، اون ذات فراموش کردند. یگانه برادران بزرگواری من، شفای ما، نجات ما از این وبا، از این بلا در ید قدرت الله رب العالمین است. ما باید به او رو بیاریم. ما باید به امید این طبیبها و طبابتهای زمانه نشویم. توکل به او بسپاریم. یگانه حافظ و شفا دهنده و نگهبان خود الله رب العالمین را بگردانیم. برادران بزرگوار من، روز اهل اصحاب در محضر پیغمبر بزرگوار نشسته بودند، از پیغمبر بزرگوار پرسیدند، گفتند یا رسول الله ربنا قریب نناجی او بعید فینادی. یا رسول الله پروردگار ما، الله ما، صاحب ما، خالق ما، آفریدگار ما، دادرس و فریاد رس ما، آیا به ما را قریب است یا اینکه از ما دور است؟ اگر قریب باشه ما به آداب و آیسته و نرم و ملایم به او صحبت کنیم. اگر الله رب العالمین از ما دور باشد
اگر الله رب العالمین از ما مسافه دور باشد، ما فریاد کنیم تا اینکه فریاد ما را، صدای ما را، داد ما را، ندای ما را بشنود. وقتی میگه اهل اصحاب پرسیدند، پیغمبر بزرگوار جواب نگفته بودند، جواب ناگفته بودند. اون ذاتی که هر شخصیت فریادش کرد و فریادش میرسه، اون ذات جواب اینها را گردانید. رب العالمین جواب گفت و سوی پیغمبر بزرگواری ما استعیذ بالله: و اذا سألك عبادی عنی فانی قریب. ای محمد صلی الله علیه وسلم، وقتی بنده ها از تو میپرسن که پروردگار ما با ما را قریب است یا اینکه دور، و سوی بنده های من بگو که فانی قریب، من با اونها را بسیار قریب هستم. اجیب الدعوت الداعی اذا دعان، اجابت میکنم، قبول میکنم دعا کننده را هر وقت دعا کنم. برادری بزرگواری من، برای چی پریشان هستی؟ برای چی خود را گم کرده ای؟ برای چی هر نوع فکر در سر تو می آید؟ الله رب العالمین به سوی تو بسیار قریب است. حتی در آیت دیگر رب العالمین می فرمایند از این شاهرگ گردن دیده ای انسان من به سوی تو قریب تر هستم. یعنی برادری بزرگواری من، امروز من و شما وظیفمون است حتما باید دعا داشته باشیم. حتما باید خصوصا شخصیت های بزرگوار، شخصیت های کلانسال، شخصیت های محترمی که موی سفید داره، خصوصا شما باید در دلهای شب، دیگر وقتی خواب رفتن نیست، خوب خواب کرده، در دلهای شب باید دعا داشته باشه. باید دعا کنه که ای الله رب العالمین، هر مصیبت و بلایی که در جسم و جان ما میاری ما قبول داریم، اما مصیبت در دین و در ایمان ما نیار. پروردگارا مصیبت از دین ما، از ایمان ما دور بگردان. باید دعا داشته باشیم. برادران بزرگواری من، دعا باید چی نوع باشه؟ پیغمبر بزرگوار برای من و شما تعلیم دادند، میفرمایند که ادعوا الله و انتم موقنون بالاجابه. تن دعا کنه، آن نوع دعا کنه که یقین و باور داشته باشه که خداوند دعای شما را قبول میکنه، اجابت میکنه. یعنی دعا باید این نوع نباشه که خدا قبول میکنه نمیکنه. برادری بزرگواری من، از تحت دل، به حضور دل، به آب، به قطره آب دیده، به گردن کج، به تضرع و زاره به سوی الله رب العالمین فریاد کن، دعا داشته باش تا اینکه خداوند این مصیبت، این وبا را، این بلا را از بالای من و شما هم دور بگردانه. دین روزی گذشته برادر بزرگوار نشان قاری میرونبک به سوی من زنگ زد، گفت مفتی ما یعنی الهام حضرت گفت شاید که امروز ما را اجازه ندهم برای جمعه خواندن، اما با فرصت شد، یعنی اجازت شده گفتن بگذار این هفته خانه، شاید که هفته های دیگه مسجد شما را یعنی معن شود. دوام 2 هفته یا 3 هفته در تمام گفتن این شهرهای یعنی مملکت روسیه کرانتین می شده، شاید که مسجد ما را هفته های دیگر معن کنه. اما ما تا هفته دیگر برادران بزرگواری من ما فرصت داره، ما وقت داره. خصوصا شب آیات، این شب نه فردا شب هست که موافق بعضی از روایت ها شب معراج پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم است. برادر بزرگواری من، شخصیتی که صدای منو میشنوی، صدای من فدای تو باد، از تو یک التماس دارم، فردا شب همه باید خواب نکنه. فردا شب همه باید بعد از نماز خفتن طهارت کرده در دل شب سر در عظمت و جلال و بزرگی الله در تعظیم بگذاریم و حتما گریه داشته باشیم. حتما گریه کنیم، بگیم ای پروردگار برای ما رنج عذابی غریبی بسنده هست. پروردگار برای ما طعنه و ملامت و سرزنشی یعنی غیری ها بسنده هست. ای الله بزرگوار مسجد ما را بسته نگردان. ای الله بزرگوار ما را از مسجد و از عبادت و بندگی دور نگردان. ما اینقدر چیز برای ما باقی مانده از در این فتنه ها و بدی های آخر زمان.
پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میفرمایند که وقتی که برادران بزرگوار من، وقتی که سه آخر شب باقی میمانده است، این حدیث هم بخاری و هم مسلم روایت کرده اند از حضرت ابو هریره، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم فرمودند ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. هر شب وقتی سه آخر شب میمانده است، یعنی پیش از صبح، پیش از نماز بامداد، اگر امروز در این شهر ما ساعت یعنی 10 کم 6 یا اینکه ساعت 6 سحر بامداد شود، ساعت 4 و نیم 5 سحر وقتی سه آخر شب می شده است، الله رب العالمین با آسمان دنیا را نزول رحمت می کرده است، پایان می شده است. برادری بزرگواری من، شخصیت می خواهی که دعای تو قبول شود، این جمله را اهمیت بده. سه آخر شب الله رب العالمین پایان می شده است، نزول رحمت می کرده است و به سوی ما بنده های محتاج، به سوی ما بنده هایی که امروز پریشان و ناراحت هستیم، رب العالمین به سوی ما خطاب میکرده، فریاد میکرده من یدعونی فاستجیب له. آیا هست شخصیتی که دعا کنه من دعای او را قبول کنم؟ برادری بزرگواری من، شخصیتی که امروز دعوای ایمانداری داری، دعوای مؤمنی و مسلمانی داری، الله رب العالمین به سوی من و شما خطاب میکرده، فریاد میکرده، میفته هست شخصیتی که دعا کنه، دعاش من قبول کنم. من یسألونی فاعطیه. هست انسانی که چیزی از من سوال کنه، از من بپرسه، خواهش پرسیش برای او بدهم. من یستغفرونی فاغفر له. هست شخصیتی که از من طلب مغفرت کنه، از من بخشش بپرسه، نزد من توبه کنه، من گناه او را ببخشم، گناههای او را مغفرت کنم. برادران بزرگواری من، فردا شب خواب کردن نیست. البته این مجبوری نیست برای انسان ها، اما یک فرصت مناسب است برای دعا کردن من و شما. فردا شب ان شاء الله رب العالمین کسی اگر نمیتوانه، یعنی هم سه آخر شب 1 ساعت پیش از صبح خیزه 2 رکعت نماز به 2 قطره آب دیده، دستا را ببرداره تا اینکه الله رب العالمین این مصیبت، این وبا و این درد ناتوا بشونده را خداوند از حیات ما دور بگردانه. دوستای خدا می فرمایند شب خیز که عاشقان به شب راز کنند، گردی در بام دوست پرواز کنند، هر جا که دری بود به شب در بندند، الا در دوست را که شب باز کنند. الله رب العالمین شب در اجابت چه کشاده میکنه، در مغفرت چه کشاده میکنه، در رحمت چه کشاده میکنه. من و شما باید بیدار باشیم، حاضر باشیم، باید قبول داشته باشیم اون لحظه. و دیگر این که برادران بزرگواری من، از 3 گروه مردم من بسیار التماس خواهشی دعا دارم. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم در روایت میفرمایند که این حدیث ترمذی و ابو داود ابن ماجه روایت کرده‌اند که حدیث صحیح است. پیغمبر بزرگوار گفتند 3 گروه مردم، 3 جمله مردم خداوند دعاش قبول میکنه، هیچ یگان شکی نیست قبول شدن دعای این 3 مردم. 3 دعوات مستجابات لا شک فیهن. 3 دعای هست که الله رب العالمین دعای 3 گروه مردم قبول میکنه، هیچ یگان شکی نیست در قبول شدن این 3 دعا. اینها کی هستند؟ دعوت المظلوم، دعای مظلوم، و دعوت المسافر، دعای مسافر، و دعوت الوالد علی ولده، دعای پدر و مادر در حق فرزند. برادران بزرگوار مظلوم من در هر جای دنیا باشه، شخصیت هایی که امروز در حالت ظلم و شکنجه داره قرار گرفته، اگرچه ما از حال شما در غفلت دور بودیم،
از شما بسیار التماس دارم در حق دین ما، در حق جامعه ما، در حق تمام مؤمن ها و مسلمان ها امروز دعا کنید. و برادران مسافر و مهاجر من، برادران بزرگوار من، شخصیت هایی که در هر کجای دنیا از وطن دور و جدا هسته، برادران مسافر و مهاجر من، امروز ما به دعای شما احتیاج داریم. در حق ما دعا کنه، در حق جامعه ما دعا کنه تا اینکه خداوند بزرگوار این وباها را، این دواها را، این مصیبت ها را از حیات ما دور بگرداند. و دیگر اینکه پدرها و مادرهای بزرگوار من، پدرها و مادرهای محترم من، ای شخصیت هایی که ما حق شما را ادا کرده نتوانستیم، به حال ما رحم کنه، در حق ما دعا کنه. دعای شما را حتما الله رب العالمین قبول میکنه. دعا داشته باشه تا اینکه خداوند بزرگوار این مصیبت از دین ما، این وبا و درد از حیات ما مؤمن ها و مسلمان ها دور بگردانه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که شب معراج، یعنی الله رب العالمین این شخصیت بزرگوار را دعوت کرد، سبب دعوت معراجم این بود که پیغمبر بزرگوار خیلی دل شکسته بودند، خیلی غمگین و ناراحت بودند، از جانب مشرکان طعنه ها می شنیدند، سرزنش ها و آزار ها می دیدند. الله رب العالمین شب از شبها نگاه کرد که پیغمبر بزرگوارش غمگین است، ناراحت از خجالتمند است، فکر میکرد که آیا این دعوت رسالت و نبوت به جا آورده میتوانم نمیتوانم. رب العالمین الله بزرگوار نماینده خود جبرائیل امین را امر کرد که بره پیغمبر بزرگوار من، حبیب من، به سوی من، به نزد من مهمانی دعوت کن. جبرائیل علیه السلام آمدن، پیغمبر بزرگوار در نزد خانه کعبه و پهلو غیلیده، چشمها پوشانده در فکر بودند. جبرائیل علیه السلام به سوی پیغمبر بزرگوار ما گفتند یا محمد صلی الله علیه وسلم انک مدعو الی الله. ای محمد، الله رب العالمین تو را دعوت داره، تو را مهمانی فریاد داره، تو را دعوت کرده است به نزد خود. وقتی که این دعوتی مبارک، این دعوتی که یعنی عاشق به معشوق ملاقات میکنه و صحبت میکنه، وقتی پیغمبر بزرگوار ما به نزد الله رب العالمین رسیدن، خداوند از پیغمبر ما پرسیدن، گفتن ای محمد صلی الله علیه وسلم، از من هر خواهشی داری، از من هر چیزی میپرسی بپرس، من این لحظه برای تو خواهش میدهم. اون جمله هایی که پیغمبر بزرگوار ما در شب معراج از الله رب العالمین پرسیدن، اون جمله ها را این لحظه من برای شما انشاءالله بیان میکنم. من و شما هم حتما این جمله ها را در دعاهامون داشته باشیم. این آیت های آخری سوره بقره هست، آخری سوره یکمین الف لامی که ما در قرآن میخوانیم. پیغمبر بزرگوار چی پرسیدن؟ پرسیدن که ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. پروردگارا بار الها مؤاخذه نکن، سختگیری نکن اگر ما فراموش کردیم یا اینکه خطا کردیم، گناه کردیم. یعنی ای الله، به سبب خطا کردن، گناه کردن، به سبب نافرمانبرداری، به سبب یعنی معصیت و روسیاهی، پروردگار ما را سختگیری نکن، ما را عذاب نکن، وبا و بلات و بالای ما را نیار. امتی من از این وباها، از این بلاها نگه بدار. برادران بزرگوار ما، کدام من و شما این دعا را امروز میدانیم؟ کدام من و شما این دعاها را میکنیم تا اینکه خداوند ما را از این وبا و بلاها یعنی نگه دارد؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. پروردگارا در بالای ما بار نکن اون باری سنگین و وزینی را که
پیش از ما در بالای امتهای گذشته بار کرده بودی. بار شرک و کفر، بار فسق و معصیت و گناه. برادران بزرگوار من، زمان پیش وقتی که امتهای گذشته مثل زمان ما چیرنگه که امروز گناه تعریف و آشکار شده است، اونها گناه میکردن، خداوند بلای را، عذاب را به بالای اونها را می آورد. برادران بزرگوار، حتما ایرانی بدانه که این وبایی که آمده است از روی سیاهی و گناهگاری من و شما هست، از روی نافرمان برداری من و شما هست. برادران بزرگوار من، پروردگارا این باری وزین ما طاقت نداریم، این بالای ما بار نکن. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. پروردگارا اون باری را که ما طاقتی برداشتنش نداریم، اون بار در بالای ما بار نکن. واعف عنا. پروردگارا ما را عفو کن، از یعنی کمبودی های ما درگذر. واغفر لنا. مغفرت کن ما را، گناهامون ببخش. وارحمنا. به حال ما رحم کن. انت مولانا. ای پروردگار تو مولای ما هستی، صاحب ما، آفریدگار ما، تکیهگاه ما، سرپناه ما هستی. فانصرنا علی القوم الکافرین. پروردگارا ما را در بالای قوم کافرها امروز نصرت بده، پیروز بده، پیروز بگردان. یعنی برادران بزرگوار ما، من حرکت داشته باشیم، من و شما دعا داشته باشیم، حرکت کنیم. این یعنی شب آیان چی نوعی که گفتیم فردا شب موافق بعضی از روایت ها شب معراج است، شبی هست که پیغمبر بزرگوار ما به نزد پروردگار دعوت شد و این یعنی هدیه نماز که ما با خدا در نماز قریب می شویم. و پیغمبر بزرگوار گفتن قریب ترین حالت انسان با پروردگار در نماز است، در سجده یعنی دعای زیاد داشته باشه. وقتی فردا شب 2 رکعت نماز خوندی برادر بزرگوار من، وقتی سر در سجده گذاشتی، هر سخنی که حتی به زبان تاجیکی، هر سخنی که در زبان میاری به زبان تاجیکی خود دعا داشته باش. بگوی پروردگار بار اله ما را از این بلاها نگه بدار، پروردگار مصیبت در دین ما نیار، پروردگار ما را از غریبی ها یعنی دور بگردان، وطن ما را پر فیض برکت و آباد و زیباتر بگردان. یعنی دعاها داشته باشیم برادران بزرگوار من، حرکت کنیم. یعنی فردا شب که ان شاء الله رب العالمین شب معراج جناب پیغمبر است، حرکت کنیم حدی اقل 2 رکعت نماز و 2 قطره آب دیده و به دعاها قطعی دعا داشته باشیم تا اینکه خداوند بزرگوار این مصیبت و وبا و دواره از حیات ما دور بگرداند. اکنون